دوستان سلام. از امروز به بعد بعضی از جلسات و آموزش زبان کردی رو به زبان فارسی براتون شرح میدیم. بسیاری از دوستان خواهش کرده بودند که به زبان فارسی شرح بدیم، بلکه اونام از زبان کردی یه چیزی یاد بگیرن و علاقه‌مند بودن، مخصوصاً به اشعار و ترانه‌های کردی. باید خدمتتون عرض بشه که در زبان کردی ما 34 حرف داریم و بیشتر حرفهای زبان فارسی مثل الف، ب، پ، ت، س، همه اینا بیشترشون هستند، ولی بعضی از حروف ما زیادی هم داریم. ما چند تا حرف زیادی هم داریم. حرفایی که اینجا ذکر شده اینا حروفی هستند که در زبان فارسی موجود نمی باشند، به استثنای این دوتا حرف که هر دوتاشون ه هستند، ه آخر و ه وسط در زبان فارسی. ولی این دوتا حرف در زبان کردی یک جا معنای ه میده، این ه وسط معنای ه میده، تلفظ ه داره و بیشتر اوقات هم تلفظ همون ا داره، یعنی فتحه زبان فارسی. فتحه زبان فارسی در زبان کردی بیشتر به این شیوه یا ه نوشته میشه، ه آخر یا ه وسط. برای مثال اگه ما بگیم این کلمه در زبان فارسی کلمه این ب است، ب، ولی در زبان کردی این کلمه اینجوری خونده میشه، ب، یعنی ب اضافه فتحه. در واقع این فتحه در زبان کردی به شیوه هی چسبان نوشته میشه یا که. این در زبان فارسی که است، ولی در زبان کردی این که خونده میشه. بیشتر این موضوع شرح میدیم، ولی گفتم که اول اینو بدونیم که ما در زبان کردی 34 حرف داریم. ولی اینو بگم که در زبان کردی ما همه سین هامون به یک شیوه نوشته میشه. برای مثال ما فقط اینجور سه رو داریم، یا سین رو داریم دیگه، سه صابون و نمیدونم سه نقطه عربی رو نداریم. در زبان کردی کمترین تأثیر رو از زبان فارسی گرفته و شاید هم به جرئت میتونم بگم به نسبت زبان فارسی میشه گفت اصلا تأثیری نگرفته. به همین خاطر در زبان کردی ما فقط حرف همون جوری که تلفظ میشه رو داریم دیگه. ما انواع سین رو نداریم یا انواع ز و زاد و اینا رو نداریم. ما فقط یک نوع ز داریم. با اینکه ما یک نوع ز یا یک نوع سین داریم مثلا، ولی با همه اینا ما چند تا حرف داریم که در زبان فارسی موجود نمی باشند و اینا هستند. برای مثال این همون همزه هست یا همزه اول کلمات، یا در زبان کردی به تنهایی این خونده میشه، این حتما باید با یه حرف صدادار دیگه باشه. برای مثال اگه این یا همون همزه با حرف صدادار فتحه همراه بشه اینجوری میشه، این میشه ا، که گفتیم این همون فتحه خودمونه، فتحه فارسیه و این هم به اضافه ا میشه ا دیگه. ولی این تو فارسی خونده میشه برای مثال، ولی ما تو کردی دقیقاً برعکس خونده میشه. اینو بیشتر فارس زبونا اگه میخوان یه کلمه کردی بخونن ایش اشتباهی میکنن، و یا حتی بیشتر کرد زبون هایی که رسم الخط کردی رو یاد نگرفتند اینو اینجوری میخونن. تا اینجاش که گفتیم این حرف هست یا همون همزه اول حروف.
این همون حرف ر هست، با یه تفاوت که ما در زبان کردی امکان خیلی از حروف زیادی رو داریم به نسبت زبان فارسی و گلوی یک کرد زبان میشه گفت ظرفیت و یا پتانسیل حرفای بیشتری رو داره و شما اگه بتونید کردی یاد بگیرید میتونید آمادگی اینو داشته باشید که بسیاری از زبانهای خارجی دیگر رو به راحتی یاد بگیرید، چون اون موقع ماهیچه های بخش صوتی شما به شیوه های دیگری واکنش نشون میدن و شکل میگیرن و خودشون عادت میدن و میتونید خیلی حرفای دیگر رو یاد بگیرین که در بسیاری از زبان ها هست. برای مثال این هم ره هست، با این تفاوت که ما کردا در بخشی از کردستان به این ره میگن ره چاق. این ره چاق در زبان فارسی نیست. مثلا ما در زبان فارسی میگیم مار. دیگه ما فقط یک نوع ره داریم، ولی این ره چاق در زبان فنلاندی کسانی که تو فنلاند میشینن زندگی میکنن میدونن ما 2 تا ره داریم، ولی متاسفانه بیشتر فارس زبون ها فکر میکنن ما یه ره داریم و هر 2 تا ره رو با هم مثل هم تلفظ میکنن. این ره در کردی الان براتون یه مثال میزنم. به عنوان مثال کلمه مر، این مر میم به اضافه ا که گفتیم این همون میشه به فارسی اینجوریه، این کردیه، این هم فارسیش هست. مر، این مر نیست. اگه فارس زبون بخونیم میگه مر یا مثلا کلمه مرمر، ولی ما تو کردی اینو مرمر میخونیم. یه ری که این زبان به تقریبا به بخش انتهایی کام وصل میشه. به بخش تقریبا برای مثال ما 2 تا کلمه که به شیوه تقریبا مثل هم تلفظ میشن در هر 2 زبان، ما کلمه ریواس همون میوه کوهی رو داریم. ریواس میوه یا از خانواده سبزیجات هم حساب میشه. این ریواس رو ما در زبان فارسی با ری عادی یا همون ما در کردی میگیم ری کوتاه تلفظ میکنن، ولی در زبان کردی ما این ری به شیوه چاق تلفظ میشه. ما نمیگیم رواس، ما میگیم رواس، یعنی این ر خیلی بزرگه طوری که دهن خوب باز میشه و زبان تقریبا خوب به کام دهان میچسبه، در حالی که در ری کوتاه یا همون ری عادی فارسی زبان تقریبا به نزدیکی های دهن میچسبه و یه برخورد کوچکی با دندونهای بالایی داره و خیلی کم و حرف ر تلفظ میشه، ولی در این ر تقریبا زبان به کام میچسبه. برای اینکه ویدیومون زیاد نشه تا اینجا این جلسه رو تموم میکنیم. در جلسات بعدی بیشتر شرح میدیم. اینو هم بگم زبان کردی بیشتر قلق زبان کردی در یادگیری این چند تا حروف صدادار هست که اگه اینا رو یاد بگیرین شاید اگه خیلی زرنگ باشین در عرض نیم ساعت بتونین کردی بخونین، ولی من بیشتر شرح میدم که حروف بشناسین و الا همه قلق زبان کردی بیشترش در این 6 تا حرف صداداری که اگه یاد بگیرین ما به اضافه 2 تا حرف صدادار دیگه هم داریم که بهتون یاد میدم. روز خوبی داشته باشین.